السلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون ولایت سوخت، اخلاصمندان برنامه ساعت دیدار. شاد و ممنونم که در این لحظه زیبای زندگی که از حضور نازنین شما باز هم زیباتر و رنگینتر است و دیدار مهربان شما میرسیم. بله، امیدوار آن هستیم که این ساعت دیدار هم با سرود و آهنگ‌های دلنشین و صحبت گوارای اهل صنعت برایمان خوش و گوارا خواهد بود. و مهمان برنامه امروزه ما هستند بانوی صنعتکار علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان نادره بیگم اسرزاده. استقبال میگیریم. ای حضوری مقدمت در زندگی برهانی من، مرده بودم زنده کردی بیا ای جانی من، مرده بودم زنده کردی بیا ای جانی من. بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر می کشید، بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر می کشید. داشت با خود نسخه از حسرتی مژگان من، داشت با خود نسخه از حسرتی مژگان من، داشت با خود نسخه از حسرتی مژگان من. هر کجا میخورد آوازی به گوشی نازکش، با تپیش سر میکشید آنجا دلی نالانی من، با تپیش سر میکشید آنجا دلی نالانی من. انتظاری داشتم در کلبه ویرانه یوسفیستان کرد فصلت، یوسفیستان کرد فصلت کلبه احسانی من، یوسفیستان کرد فصلت کلبه احسانی من. سوزی دلو دستی تهی شرمندم، جز دعا دیگر چی آید، جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من، جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من، جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من. نادره بیگم اسرزاده سال 1985 در اویله صنعتکار در ناحیه اسپیتامین به دنیا آمده است. سال 1991 به مکتب میانه رفته، بعد ختم صنف نهم در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند تحصیلش را دوام داده است. آن را سال 2004 با اختصاص سراینده سرودهای عنعنوی ختم کرده است. سال 2006 در فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов از استادان هنر درس مهارت آموخته است.
نادره بیگم اسرزاده سالهای 2015 2017 2019 و 2024 با پیشنهاد سرود و ترانه‌های تازه برنامه کنسرتی خود را برگزار کرده است. سال 2008 با الداربک فیضیف اویله برپا نموده امروز صاحب 2 فرزند می باشد. نادره بیگم شما رو به ساعت دیدار مرحبا میگویم و اگر خطا نکنیم این اولین اشتراک شما در برنامه ماست. همین طور. البته سر اول السلام علیکم دوستان عزیز مخلصان گرامی، اولین بار در برنامه اشتراک میکنم. تشکر زیاد برای دعوت شمایان. خیلی خرسند شدم. سلامت باشید. خب بگویید که امروز با چی فکر و خیال ایجادی بند هستید؟ با چی کار و پیکار مشغول هستید؟ با تیار نمودنی سرودهای نو در موضوعهای گوناگون، حاضر گفتن نمیتوانم، بسیار موضوعهای زیبا برای مخلصان آماده کرده یعنی برای مخلصانتون ارمغانه البته اهدا میکنید. امروزها در گاهی فرهنگی سغدیان کار و فعالیت دارم در انسامبلی باربد. نادره بیگم ما امروز از شما نمیپرسیم که کی و چگونه به عالم صنعت وارد شدید، اما میخواهیم دانیم که در کودکی شما چگونه خصلت ها داشته بودید و اگر شما ضد نباشید ما با این سوال به مادر شما مراجعت میکنیم که این کس تاج‌نیسا نیاز و هنرمند شناخته تئاتر هستند که امروز در برنامه ما اشتراک دارند. معلمه عزیز، شما صاحب 5 نفر گل دختر نازنین هستید. بسیار میخواستیم دانیم که در میان همین دخترانتان نادره بیگم در کودکی خود را چگونه نشان میدادند، دارای چگونه خصلت ها بودند، به قول مهربان و آرام و با تمکین بودند یا برعکس یک رو و شوخ و گپ نادرا؟ گفتنی هستم که نادره بیگم در کودکیشون همچون پسر بچه بودم. بسیار سگ ها را دوست می داشتن، گربه ها را دوست می داشتن، حالی هم همین خیل. بدترین سگ ها را هم این کس رام کرده می توانستن. بعد شوخ و چالاک بود، بی حد شوخ بودین، خودی پسر بچه برین. من فکر نکرده بودم که یک حافظه میخیل قدر رسول و زیبا میشد. بعد پدرش کتی ما گفزنو میکردیم که او این همین چی به این پسر بچه برین، با شیم میپوشد، کستوم میپوشد، دختر بچه برین حرکت نمیکنم. پدر جانش میگفتند که حالی خیلی دختری خوشرو میشد که تماشا میکنی. با گفتی شادروان پدرش که خدا را شکر امروز همه دخترام زیبا و خوشرو هستند و با اینم بنا چخیلی که خودتان میبینید دختری با عقل، عائله دار، فرزند دار، خوشدامن دار، قصور دار، همه دخترها همه خیلی خانه و بدر هستند. خیلی این اکنون در جاده سند از روش پدرش و من یگانه دخترم که همین راه را انتخاب کرد در جاده سند. باز موفقیت ها میخوایم، خدا مخلصش هستم. سلامت باشید. برنامه را ادامه میدهیم. میگویند که بردی هر یک بانوی صنعتکار بیش از همه در آن است که اگر همسر ایجادکار داشته باشد، زیرا همدیگر را به خوبی میفهمند. و الداربک همسر شما که یک نفر ایجادکار هستند، سراینده هستند، همراه در یک جا فعالیت میبرید. خب از پیوند حیاتی با شما تا چه اندازه قناعتمند هستند آن کس؟ بسیار قناعتمند است. اگر می بودند خودشون اشتراک میکردن در برنامه، شاید برای ما میگفتند اندیشه هایشان. در فاکولته صنعت ما شناس شدیم، هم کورس بودیم، یک جای میخواندیم. بعد من عائله داری وقتی که ما امتحان های دولتی را سپردیم، الکی ما یک فرزند داشتیم. من سپردم، الداربک امتحان را سپردن و پسرچه کلانی هم به ما گل برآورده داد. میقه استادانی ما هوس کردگی بودن، تعریف کردن که هم امتحان سپردیم هم من فرزند را کلان کردیم یک جایه. خب در جاده صنعت بسیار مرا دستگیر میکنن. شما درست گفتید که وقتی که زن و شوهر در یک ساحه هستند این بیشتر کمک میرسونن به یک دیگر. و وقتی که من کمتر مانده میشم، خسته میشم
یا بعضا میشد که رو 7 داده میشم کمتر از این یا اون مسئله، از این یا اون کس. لیکن الداربک این طور نه، اون کس قوه انرژی تمام نشونده دارن و من یک خصلتشان رو بسیار احترام میکنم. سخت بسیار به من باور میکنن و مهارت من از خودم هم زیادتر باور میکنم. صورت ها رو یافته میبیان، صورت های دشوار رو، همین صورت رو تیار کنید. نادره بگیم شما اینا نغز میخونید، آواز شما به همین صورت میشنن. بسیار دستگیری میکننده. خرسند میشم در بعضی جایها گفتم که از خوردی صنعتکار میشم گفتم، لیکن جان نکندم برای مشهور و معروف شدن. چه خیلی که خود به خود کارم آمد کرد، همین خیلی آمده تا به این روز رسیدم. بعد در همان محفل یک کس به من گفت که چون که شما همچون الداربک شوهر دارید، شما کوشش نکردید، شما نمیدانید که آن کس چقدر کوشش کردن برای تا به امروز رسیدن شما. برای همین شما فکر میکنید که آسانه که تا به امروز آمدم، لیکن در پشت پرده خدمت های شوهر شما هست گفتم. آفرین. فکرم این گپ ها درست بود. تشکر زیاد. خب در ادامه همین یک صحبت زیبا خوب میشد اگر یک سرود دیگر از شما بشنویم و بعدا باز ادامه دهیم. خب این نوبت میخوام به مخلصان عزیز برای همه شما یک سرود زیبای زرفشانی پیشنهاد کنم. دریا شمالک شمالی نونی حالک، لبی دریا شمالک شمالی نونی حالک، بکا کلینی حالک دلم بسته جمالک، بکا کلینی حالک دلم بسته جمالک. ایش از سواری زیبا سواری اسب دریا، ایش از سواری زیبا سواری اسب دریا، تشنه‌ای تو هستم، بیخوان به گوشی دریا که تشنه‌ای تو هستم. دریا ترانت داره شکری زمانت داره، دریا ترانت داره شکری زمانت داره، از دفتری سرفشان دور دانه دانه داره، از دفتری سرفشان دور دانه دانه داره. بینندگان عزیز، برنامه ساعتی دیدار ادامه دارد و مهمان برنامه امروزه ما هستند سراینده محبوب دلها نادره بیگم اسرزاده.
خب ادامه صحبت نادره بگیم از ابتدا پدر شادروانتان اسرجان استانوف که آن کس هم از اهل صنعت و یکی از نوازندگان معروف ولایت بودند بسیار میخواستند که شما شش مقام سرا شوید یعنی به شش مقام رو بیاورید ولی در ابتدا شما آنقدر هم خواهش نداشتید یا خواهش داشتید و از یگان چیز اندیشه میکردید ولی در نتیجه همین طور شد که شما نه تنها به شش مقام رو آوردید بلکه 9 سال در بخش شش مقام تحصیل کردید هم در کالج و هم در بعدا در فاکولته صنعت در همین بخش. خب سببش چی بود؟ شاید شما اعتبار پدر را به نظر گرفتید و یا شاید که شش مقام آهسته آهسته به دلتان جای گرفت. از اول مادری پدرم به من اولین استادم هستند بیبیم مادر کلونم همین سرودهای کلاسیکی رو یاد دادگی بودن سرود خوانده میشیشتن من تکرار میکردم در رویه استاد شاگردی از دهان به دهان وقتی که یاد میدین بدون مگنیتوفون بدون یگان موسیقی بدون یگان ساز از دهان به دهان میخیل یاد گرفتم و بسیارتر امین مادر کلونم سرودهای کلاسیکی رو یاد میدادن اولین سرودهایی که من تیار کردم سرودهای کلاسیکی بود همچنین با همین سرودها از دوران مکتب در همه کنکورس ها فستیوال ها چاره‌بینی ها اشتراک میکردم بعد همین سرودها رو شنیده پدرم گفتن که آوازی تو بیشتر به سرودهای کلاسیکی بیشتر به سرودهای شش مقام خوشرو میشند یعنی خوب میبراید موافق است یعنی موافق است ولی چون من جوان بودم سرودهای استرادی نیز میسراییدم میخواستم در دیگر روش ها خودم رو سنجیده بینم برای همین هم کمتر و سرودهایی که هم کلاسیک هم شش مقام دشوارتر هستند من فکر میکردم که شنونده ندارد این سرودها شنونده ندارد داده جان این همین قدر یاد گرفتن دشوار رو سر کنم این سرودت دوران دراز میگوید آدم ها گوش نمیکند جوانی همین خیلی فکر میکردم بعد خودم دوست داشتم سرودهای کلاسیکی رو الکی به همین عالم وارد شدم این تحکورسی همه سرودها از شش مقام تمام ژانرهای سرایندگی وقتی که شش مقام رو کلاسیک رو خوب خواندید دانستید احساس کردید با درد با ناله هایش فکر کنید دیگر ژانرها رو آسانتر از خود میکنید من گفتن میتونم که همه ژانرها رو الکی میتونید خوانده نه لیکن دیگر ژانرها رو هرچی بیشتر آسانتر از خود میکنید چون تحکورسی رو الکی میدانید برای همین 4 سال در کالج صنعت 5 سال در فاکولته صنعت بعضی مادرم شوخی کرده میمانند که اگر دکتر میشدی 7 سال بود دکتر میشدی تو شش مقام رو 9 سال خواندی گفته شوخی کرده میمانند لیکن من بسیار خرسند هستم اگر حاضر فرزندو به یگان کس نگاه کند یا کمتر کارهای من اگر کمتر میشد من باز میخواستم دوام دیم خواندن را من همی خیلی انسان هستم که میخوام همه وقت خوانم علم گیرم دانش گیرم خودم دوست میدارم یعنی اگه کمتر وقتای خالی داشته باشیم من میخوام زبان آموزم حاضر آموخته استادم زبان انگلیسی را پسرچه من به زبان انگلیسی میرود با اون معاشرت میکنم کم کم برای همین شش مقام و سرودهای کلاسیکی این هم خواستی پدرم بود و هم خودم از دل دوست داشتم شاید این چیز از اول در همان دل شما بود یعنی خواهش شما هم بود ولی خودتان بخبر بودید شاید که آینده باید شش مقام سرا شوید و با همین صنعت شما باید دل باخته باشید چون مادرم هم سرودهای کلاسیکی سرودهای شش مقام رو بسیار عالی میسرایند دارنده چند جایزه هستند از خوردی همین سرودها رو گوش کرده کلان شدیم گفتی شما خودم نمیدانستم که همین روش رو دوست میدارم سلامت باشید سلامت باشید خب شما در برابر آوازخوان بودن همچنین مهارت خوبی اکتوری هم دارید
چنانکه آگاه هستیم در تئاتر شما چند نقش ها رو هم اجرا کرده اید. بله، از جمله در نمایشنامه کلین و داماد نقش کلین را آفریده اید و انا همین نقش شما در آزمون جمهوریوی پرستو یعنی جایزه بهترین نقش زنانه را صاحب شده است. برای چی شما این سمت را ادامه ندادید؟ سالهایی که در تئاتر کار کردم، تئاتر دولتی ازبکی به نام شکور برهانوفی ناحیه سپیتامین که در آنجا پدر مادرم کار میکردن و من مادرم دیرکتر شدم و من خودم اکتریسگی رو هنرمندی صحنه بودن رو نه اونقدر دوست می‌دارم، چون مادرم دیرکتر بودن همچون کارگر مرا مجبور کردن که من باید نقش بازی کنم. شاید از نرسیدن کادرها باشد. شاید میخواد. بعد همین وقتی که همین اثر رو انتخاب کردن، اثری مربیجیف کلین داماد بسیار اثری زیبا است، دراماتیکی. اولش با طرز کمدیا می رود، بعد با دراما تبدیل می یابد. بسیار اثری خوش رو. همین وقتی که چیتکه می شود میخوانید اثر رو. همین نخوانده دوست داشتم همین نقش رو، نقش کلین رو، لیکن کمتر دشوار بود. بعد من در زندگی کمتر آدمی ترسانچک هستم، ترسیدم که میتوانم از آتش برآمده یا نه، چون تئاتر ازبکی بود، همه کنسرت ها چاره‌بینی ها بیشتر با زبان ازبکی میگذشت، همچنین سپیکتاکل نیست با زبان ازبکی میرود. وقتی که تماشابین زبان رو نمیفهمد، باید شما همین قدر هنر رو نشان دید که به زبان هم آنها فهمند که در اینجا چی شده ایستاده است. باید شما همین چیز رو نشان داده توانید. همین چیز رو فکر کرده ترسیدم، لیکن همین قدر سپیکتاکل خوشرو برآمد. در پرستو اشتراک کردیم و خواستن در تمام شهر و ناحیه ها نمایش دیم تا به شهر کولاب رفتیم که تماما زبانی ازبکی رو نمیدونن، لیکن همین قدر عوضی شد، همین قدر قرصک های بردوام شد. در آخر سپیکتاکل زن و شو اثر بسیار روزهای سخت رو میگذرانند. در آخر همین نمایشنامه یک کودک می ایستد، هر دویشان به نزد کودک می بیاید و فکر میکنند که ما جدا شویم یا اویله را نگاه داریم. اگر اویله را نگاه دارند، از بین این قدر گپ گذشت، دل خنکی ها شد. اگر جدا شوند، این فرزند یا بی پدر یا بی مادر میماند. برای همین صحنه ما از همونجا از شهر کولاب یک کلینچک رو التماس کردیم که فرزندتان همین صحنه به می ایستد، فرزندتان رو به ما دهید. فهماندیم قابل یک بچه که خوش رجای نغزک بود است و میانی صحنه ماندیم. آخرین صحنه سپیکتاکل همه نگاه دارد و وقتی که همین من در نقش کلین و اکتور در نقش داماد آمدیم نزد همین بچه آمدیم و خودی و یاد دادگی برین، آگاه کردگی برین. یک با من نگاه میکند، یک با همون پدرش، یک با من، یک با پدرش. وقتی که دستش گرفتم، خودش دستش با پدرش هم دراز کرد. همین قدر عوض عمیق قرصک شد. بینم همین مادری فرزند خودش گریه کرده. تماشا که دوستیان میدونن که همین کودکی آن کس، لیکن ما همین قدر همین چیز رو خوب داده توانستیم که همین اون قدر مادر گریه علاقه کردن. در خودشان احساس کردن این چیز فکر رو. کردم و کودکی و یعنی کودکی ما. برای همین صحنه رو دوست می‌دارم، اسپکتاکل ها رو دوست می‌دارم. خودم رو اولش اکتریسه خوب نمی‌حسابم، گرچه که اینطور نمیگوین، مادرم مهارت داری میگوین. وقتی که رول بازی میکنم خودی تماشابین رو فریب دادستگی بر این حس میکنم خودم رو. برای همین رول بازی دادن رو دوست نمیدارم. در زندگیم آدمی راست هستم، رول بازی کردن نمیتونم. برای همین رول بازی کردن به من دشوارتر. خیر اکنون این وقتی که من دیرکتری تئاتر بودم، نارسایی کادرها بود در تئاتر. بعد من چیکار کردم؟ فرزندان خودم تئاتر رو جلب کردم. 3 دخترم تئاتر کار میکنند و اینو منکتی جنجال میکنند. امین نزد تئاتر باشدم برام دستورات میخوانند.
علی چای خانه باشدم رفته سرود میخوانند من که جنجال میکردن من میگفتم که از همین خیلی جای ها صنعتکار میسبزه به صحنه‌های بلند میبراید زور قبول کرده خیلی تو کرده آخر و نمایشنامه جلب کردم اولین بار کلین داماده بازی کردن بعد بسیار خوب برآمد ابرازشون بی حد نقص برآمد بعدی وای در ناحیه ما نامی سپیتامین داده شد گفتند که اکنون شما نمایشنامه سپیتامین میمونید نمایشنامه در یک جا نیست گفتیم خیلی افتیم اثریت همدن و چکرین آوردیم عارفی سررژیسوری تئاتر بودن و یا با خودشون سیناری نوشتن خیلی بعد این به زنی سپیتامین دادن همین خیلی نقص بازی کرد میتواند در صحنه بازی کردن ابراز آفریدن فقط سرود خواند خود سرایندگی هم مهارت اکتوری رو طلب میکند همین طور وقتی که ترانه میسراید باید یک با مهارت مخصوصی سرایندگی خاصه همین اکتوری ترانه تان رو پیشکشی بیننده شنونده کرده باشید بله خب با یک سوال دیگر میخوایم از شما پاسخ بگیریم شما همراه الدوربک یک چند سرود رو یک جایه سراییده اید یعنی به طور چنوی که میگن دویت بله از جمله ترانه های جفت کبوتر وصال لیلی و مجنون دوستت میدارم و غیره ها که واقعا هم در اجرای هر دویتان خوب برآمدند و دونستن میخواستیم که چرا یک گروه رو با هم تشکیل نکردید در شکل دویت همین فکر به سرتان آمد یگان مراتبه یا نه و چرا امروز شما هنوز هم مثلا علاهیده سرود میخوانید یعنی همچون سراینده های یکخوان فعالیت دارید هم فعالیت یکخوانی داریم همچنین خیلی که شما گفتید سرودهای دویت داریم میدانید وقتی که سرودی دویت میسرایید این آهنگسازان بسیار خوب میفهمند هم به مرد هم به زن توغری می آمدگی سرود بسیار یافتن دشوار برای همین اگر سرودهای دوئتی زیبا پیشنهاد میشد ما البته بیشتر دوئت میخواندیم لیکن متاسفانه یافتن نمیتوانیم همین سرودها را یکمین دوئتی ما که ما یک جای خواندیم از استادان بود تاج‌الدین محی‌الدینov و مقدس نبی‌وا همین سرود رو از خوردی همه ما شما میدانیم دوست میداریم همین سرود رو خواستیم بازخوانی کنیم اول من گفتم که این رو همه خواندگی این رو نمیخوانیم بعد گفتن که همه روش خودش کتی میخواند خواندن گیریم این سرود رو همه دوست میدارد گفتن الدوربک بعد گرفتیم خواندیم موفق شد با همه مقبول شد بله. حتی از تلویزیون های ایران از تلویزیون های افغانستان پخش کردید سرودها ما ندادیم خودشان گرفته پخش کردن و دوستان با ویدیو گرفته با ما روان کردن که همین سرودی شما از تلویزیون های ایران MC PMC همین کانال ها پخش شد بعد خواستیم با سرودهای دویت سراییم لیکن متاسفانه سرودهای خوب یافتن نمیتوانیم خب جاوید فکر میکنم که این واسه فرصتی شنیدنی باز یک ترانه فرا رسید میشنویم کدام ترانه رو برای ما اجرا میکنید سرودی آرامی جان را برای شما عزیز پیشنهاد میکنم میشنویم مرحبا آرامی جانم مقامت دل و دیده قدمت با گل و سبسن نگاری نبرسیده تو بیا آرامی جانم مقامت دل و دیده قدمت با گل و سبسن نگاری نبرسیده
نادره بگیم شما یک کلیپ ترانه دارید با نام خوشتامنجان که خیلی خوب برآمده است و در شبکه یوتیوب بیش از 1 میلیون تماشابین دارد. در این کلیپ شما کلینی هستید که خود را به نادانی میبرید، یعنی که ماهرانه ناتوانی خود را روپوش میکنید از خوشدامنتان و با یک مهارت مخصوص میخواهید خوشدامنتان همون کارهای خانه را به شما آموزند. اما فکر میکنیم که در زندگی واقعی شما این گونه کلین نیستید. هنرمند هستند. بله، هنرمند ماهر هم هستید. خب هدف از تهیه همین سرود چی بود؟ از اول همین موضوع را دوست می داشتم، چون بسیار به مخلصان پسند می آید. همه وقت در همه جا پدری خودمان را، پدر را، مادر را نوازش میکنیم، بسی می شود که خوشدامن را از خاطر می براریم. لیکن خوشدامن هم همون مادر است. بله. مادری خودمان چه خیل باشد، خوشدامن هم همین مادر. پدری خودمان چه خیل باشد، خسوری ما هم همین خیل انسان. پدر و مادری ما کلین ها را چه خیل دوست دارد، دخترشان را، پدر و مادری شوهرمان نیست همین خیل دوست می دارد. آنها نیست میخواهند که ما خوشبخت شویم، سر دولت شویم، موفق شویم. همه پدر و مادر یک خیل چیز رو میخواهند. میخواستم سرود تیار کنم برای مخصوص برای خوشدامن ها، چون خودم کلینی کلانی خاندان هستم. همین سال 16 سال میشود که من عروسی همین خاندان هستم و وقتی که به الدوربک گفتن که این موضوع رو بسیار خوندگی هستن، چیکار میکنین، لازم نه. من گفتم بیایید، من نمیشد به مخلصان معقول نمیشد گفتن. من گفتم میلی معقول نشود، خودم به معقول میشه. برای خودم هم یک تا سرود خوانم، برای خوشدامن خودم میسرایم. من گفتم برای مخلصان نه، برای خودم میخوانم. بیایید، من خودم همین سرود رو خواندم، خواست داشتیم. بعد تیار کردیم. وقتی که سرود رو با آهنگساز 6 تا تیار کردیم و سرود تیار شد، وقتی که مهمانا می بیاد یا دیگر حافظا می بیاد به استودیو، آهنگساز مونده میدین در بین حافظان پهن شد، مقبول شد و بسیاری همکسبان هم زنگ زده گفتن که با این سرود یک کلیپ گیرید، ویدیو نواری زیبا تیار کنید، نادره بگیم همین سرودی نقص شده است. گفته مصلحت دادن همکسبانم. بعد همین خیلمون در نقشه نداشتیم ویدیو نوار تیار کردن. بعد گفتیم که گرفتن در کار، چون با حافظان علاقه معقول شد، تیار میکنیم گفتیم و در یک روز همین کلیپ تیار شد. همین قدر آسان تیار شد، باور کنید از ساعت 12 سر کردیم، از پگاهی روز به نقشه گرفتگی بودیم. این شد وای شد، وقتی که با وای خاندان رفتیم، این رو گفتیم، ارد رو گفتیم، دیگر چیز رو یافتیم. وقت گذشت رفت، ساعت 12 شد. من گفتم درست آواره میشیم یا یک هفته آواره میشیم. بعد این قدر کادرهای بسیار دارد، به نزد آشتان میرود، نان میپزد، نمیتونیم گرفته در یک روز. گفتم لیکن در یک روز همین کار شد و وقتی که به شبکه اجتماعی یوتیوب جایگیر کردیم، یوتیوب کانال میگویند، صحیفه یوتیوب، همون بچه بعد از 6 ماه یا 5 ماه زنگ زده تبریک کرد که نادره بگیم بچه سرودی شما در ولایت سوخت اولین سرودی که در مدت کوتاه میلیون پرسماتور، یعنی تماشابین پیدا کرد، میلیون کس تماشا کرد. گفته تبریک کردن. همچنین باز یک معلومات رو گفته گذاشتنی هستم. در کنسرت آخرین یک سرود تیار کردیم، گلچین از استادان، از استادانی هم تاجیکستان هم جمهوری برادری ازبکستان. سرودهای بیشتر خوش رو همین سرودها رو انتخاب کرده یک گلچین کردیم، سلسله سرود پاپوری میگویند. همین سرود نیست، همین دینا بگاه فاروق جان زنگ زده تبریک کردن که در بین 5 ماه 1 میلیون تماشابین پیدا کرده است. مبارک باشه. یعنی دو ترانه شما البته در مدت کوتاه علاقه میلیون تماشابین پیدا کردن که این البته برای هنرمند افتخار است. دستاورد خوب است. من اینجا فکر میکنم که اگرچند هدف همین کلیپ ترانه چنانه که نادره بگیم گفتن، این یک درس عبرت برای
هر عروس خاندان است، لیکن من فکر میکنم این میتواند برای خود خوشنامان ها هم یک راهنما باشد. بگذار آنها نیز همان کلین خاندان را مثل فرزند خود، مثل دختر خود قبول کنند و اگر کاری از دستش نآمد جای سرزنش به او آموزانند. یعنی همین کلیپ ترانه میتواند از هر دو جانب منفعت بخش باشد، برای بیننده هم برای کلین های نو عروس خاندان و هم برای خود خوشنامان ها. خب در همین مورد میخواستیم که معلمه اندیشه اشان را بیان کنند که چگونه است مناسبت نادره بیگم با خوشنامانشان در زندگی واقعی؟ خیر، نادره بیگم وقتی که به کمال رسید الکی خواستگاری بسیاری آمدن. بعد یک روز مادر عروسش با پدر عروسش آمدن خونی ما خواستگاری نیمی شب شد. درباره خواستگاری یکان گپ نیست، درباره صنعت گپ زده هستیم. پدر عروسش هم حافظی بهترینی امین و ازبک زبان، حافظی بهترین یکی از شاگردانی شیرال جوره بسیار خوب میسرایند، آوازی فارمی دارن. اکنون که شوهرم صنعتکار، من صنعتکار، خیلی مادر عروسش معلمه لیکن از صنعت با خبر هستن. باور کنید یک روز اشاق سمرقند خوندم، حیران ماندم. همه خیلی با دایره عجایب سرایدن. بعد گپ زده شتیم بعد آخر خاینوش گفتند که اکون دادوش اینقدر گپ زدید، مقصد بگذارید. بعد مقصد بگذاشتن. خیلی ما همیخیل این کسی کلین کردنی همیخیل ما گفتم این قشلوغ به نمیشدین، این یک تا تخم پخته نمیتوند، هیچ چیز نمیدوند، این ارکچه بچه‌هاش میکند، خودش یکون کار نمیدوند که مکتبی خودم به میخواند، من خودم یاد میتم گفتن. اما خوشنامانش بسیار زنی عاقل هستند. وقتی که نو کلین شدگی خونشون رفتگی، خونه شما سمنک شدگی، سمنک به حق همسایه جمع میشد که بعد چی کردنشون ندانستند. این جغزده اینجا بیا نادره بیگم گفتیان روید، گفتیان منی تنور بر رویتم تو کده است، رویش سوب سرخک شده است یکنون منی سویت نونم های نون کنده بیار گویم برداشته میری گفتیان. بعد امیخیل گویم این نون برداشته رفته است، اما رایون کده که کلین خیلی ناز بوده است گفته باور کنید 3-4 تمزایش از نویم و کلین کده رفته. با شرافت این خاینوی خوشنامان یک دگرشون خوب میفهمن. خود اینا مادر دختر بارین از بینشون یکون گروه گذشتگیش نه حاضر 16 سال شد. اکنون امید میکنم که بعد اینم نمیگذرن. همه خوشبخت شود. یک دیگر فهمی باشد در عائله هیچگاه بین کلین و خوشنامان یکون مغل نمیشه. سلامت باشید. و فکر میکنیم که این لحظه نادره بیگم برای خوشنامانشان همین سرود را اجرا میکنن. برای خوشنامانم، برای همه بهترین خوشنامانجان های تاجیکستانی عزیزمان، برای شما مرحمت. دعا گوی
شما مکتبی حکمت شما شایسته ای صد خدمت عزت و حرمت شما شایسته ای صد خدمت عزت و حرمت شما بینندگان عزیز این لحظه ما به بخش پرسش و پاسخ میگذاریم. امروز در برنامه ما مخلصان نادره بگیم چند نفر از آموزگاران پیش قدم و همچنین دانشجویان کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند حضور دارند و چند پرسش از نادره بانو دارم. مرحمت. خب من نادره خان سرزاده را قبلا از نزدیک ندیده بودم تا امروز و پیش از آغاز همین برنامه ثبت همین برنامه یک کمی با مادر هنرمندشان و خودشان هم صحبت شدم و چگونه که من این نفر را از دیگر برنامه هایی که درباره زندگیشان بود در مورد هنرشان بود شناخته بودم همین گونه دریافتم. واقعا هم امروز شاید همیشه چنین بود که انسان هایی که اندک به شهرت می رسند نه همهشان خودشان را انا همین گونه زمینی و همین خیلی خاکسار نگاه داشته می توانند و امروز برای من که در دانشگاه درس می گویم چون خودم را دانشجوی مکتب زندگی می حسابم یک درس عبرت بود که همیشه در هر جاده که انسان نباشد هم در مقام هنروریشان یک نفری واقعا هم جایگاه خودشان را یافته هستند هم در زندگی شخصی همسری وفادار کلینی خانواده کلینی مهربانی خانواده هستند مادری عزیز هستند دختری دلبند هستند و اینجا میخواستم در خصوص انتخاب متن هنگام انتخاب متن پیش از سرود را آماده کردن با کی مصلحت میکنند و امروز با کدام شاعرانی همین روزی ما همکاری دارند میخواستم بگویند. تشکر. تشکری زیاد خوش آمدید. خوب وقتی که سرود را انتخاب میکنیم بیشتر با شعرش با آهنگش پیشنهاد میکنم لیکن اگر مخصوصا خودم یکان سرود رو سرایدنی باشم به مثالی خوش دامنجا باید به شاعر فرمایش دیم درخواست کنم التماس کنم میخوام بیشتر به این خیل موضوعهای گوناگون آزادانه هم وقت شعرهای خوش رو می نویسن البته استاد آذرخش اولین من نزد آن کس می روم که استاد جان من همین خیل سرود می خواهم یک سرودی زیبا درباره خوش دامنجا همین خیل یا درباره آغوش وطن خواستم تاجیکستان وطنی عیناً آغوش وطن در امین موضوع سرود می خواهم سرایدن بسیار یک شعری خوش رو نوشتن آغوش وطن چمن چمن گو کرده همچنین سرودی خوش دامنجان و دیگر سرودها اولین با استاد آذرخش مصلحت میکنم مصلحتی آن کس را میگیرم با استاد احمد جانی رحمتزاد بعد همکسبای خودمون هستن محکمک و بحریدین بسیار شعرهای آزاد روان ساده که خوش رو می نویسن به مردم فهمیدنش آسان تر می شود بیشتر با همین ها همکاری میکنیم با مادرم مصلحت میکنم خودم شعریت رو دوست میدارم چون
номам номи Нодирбегим, шоира нависанда, ҳамчунин бо забони тоҷикӣ эҷодкардагӣ аст бо тахаллуси макнуна. барои ҳамин худам шеъриятро дӯст медорам, шоироро. саломат бошед. ташаккур. боз ягон савол ҳаст? муаллимаи азиз ба ман мегуфтед ки имрӯз мо ҷавонон, яъне ҷавононе ки дар соҳаи санъат қадам мемонанд, шумо чӣ маслиҳатҳо дода метавонед? бештар бо устодони худ бошед, чун 4 сол 5 сол зуд мегузарад. баъд ин хел устодони беҳтарин пурҳунарро дигар ёфта наметавонед. бештар вақтатонро бо устодон гузаронед. шеърро дуруст интихоб кунед. вақте ки суруд тайёр мекунед, фикр накунед ки санъат боз як гуфтане ҳаст, шоу бизнес. шоу бизнес фақат бо маблағ, бо пул пешрафта мешавад. ин тавр не. вақте ки шумо маҳорат доред, ҳунар доред, кӯшиш мекунед, пайваста кор мекунед аз болои худатон, албатта муваффақ мешавед. маслиҳат мекунам ки бисёртар хонанд, овози худашонро, маҳорати худашонро сайқал диҳанд ва орзуро фаромӯш накунанд. фақат орзуро нигоҳ доранд. албатта вақте ки сурудҳои Нодирахонро мо мешунавем, бисёр сурудҳои он кас дилнишин мебошанд. пурсидиям ки аз фаъолияти имрӯзатон қаноатманд ҳастед? аз фаъолияти имрӯзам қаноатманд нестам. вақте ки ман фикр мекунам ки рӯзе ки сароянда, овозхон ва дигар касбу ҳунар, инсоное ки аз кору фаъолияти худаш 100% қаноат мешаванд, ин нодуруст аст ба фикрам. ва илова бар ин ман бисёр як инсони худтанқидкунанда ҳастам. ҳамин 4 бор мо барои мухлисон консерт пешкаш кардагӣ бошем, 20 суруд бошад, ҳамагӣ 80 суруд гирем. 40 тояш бозхонӣ бошад, аз они устодон, аз они дигар санъаткорон, аз они дигар давлатҳо, ҳинди, озарӣ. 40 тояш суруди худам бошад. аз ҳамин бовар мекунед 40 то суруд, ҳамагӣ 5 та сурудамро худам гӯш мекунам. мондагӣ 35 тояшро ман аллакай медонам ки дар куҷо хатогӣ дорад. баъзи сурудҳо мешавад ки ба худам маъқул не, ба мухлисон маъқул. ҳамин сурудро напурсад, гуфтистам дар тӯй мерака айнан ҳамин сурудро мепурсанд. дӯст медоранд. ин мухлисро фаҳмида намешавад кадом суруд аз дилашон ҷой меёвад. лекин худам то он андозае ки худам хостагӣ будам, ҳоли қаноатманд нестам. бо камтари дигар ҳаст. хуб, Нодира бегим, мо дар барнома як бахше дорем бо номи пешниҳоди расм, шарҳи расмҳо. яъне чанд расм аз ҳаёти фаъолияти шумо пешниҳод мешавад ва шумо кӯтоҳ шарҳ медиҳед ки ин расм дар куҷост ва дар кадом лаҳза гирифта шудааст. марҳамат, таваҷҷӯҳ мекунем. расми аввал. расми аввал аз фестивали ҷумҳуриявии Чакан. мо дар шоми дӯстӣ иштирок кардем. меҳмонон аз ҷумҳурии бародарии Ӯзбекистон ташриф оварданд. як суруд доштем. бисёр бо ҳамкасбонам хондем, яъне суруди гурӯҳӣ. ва вақте ки фаҳмиданд ки ман акун дар шабакаҳои иҷтимоӣ суратҳоро мондам, чун мо дар Душанбеи зебо қарор дорем, дар ҳама ҷо, баъд гуфтанд ки баъди 2 рӯз фестивали Чакан мешавад. мо кай боз хостагӣ будем ки шумо иштирок кунед. ина бинед ки шумо худатон омадед ба шоми дӯстӣ. якҷоя шуд, 2 ид, 2 анами чорабинӣ бошукӯ. баъд гуфтанд ки амихел мехоҳем иштирок кунед. ва ман медонам ки дар он ҷо ҳама бонувон, ҳама духтаракон, модарон бо либоси Чакан иштирок мекунанд, тамошобинон низ. вале ман намедонистам ки баромад мекунам. барои ҳамин ман куртаи Чаканамро бурдагӣ набудам. пеш аз даромадани анамин чорабинӣ як чӣ кардагиянд. ҳама ҳунармандон намоиш кардагӣ ҳастанд. куртаҳои тайёр, либосҳои тайёрро. баъд як занаки хушро будиянд. ман соҳиби ҳамин куртаро бисёр кофтам, ёфта натонистам. агар кошки ҳозир ҳамин барномаро медидану ман соҳиби анамин курта гуфта ба ман мебаромаданд, ман шодӣ мекардам. бовар кунед, анамин бонуи зебо ки анамин куртаро дӯхтанд,
من گفتم که همین کورتاتون من گرفته پوشم و یک تا صورت خونم برای ثبت همین کورتاتون من با داده استید گفتن که مایلش من گفتم این من با میغنجت میاد نمیغنجت میم برای دختر کوی خرابک میاد بعد گفتن که نه شما با میشود عینا قد و بستی شما با میشد یعنی کورته درازی خوشره بعد هم تو کورته دادن من سروده خوندم با تاقیاش من با دادن بعد با کورته داده رفتم بعد همین قدر پشیمان خوردم که چی با من همین کورته رو نخریدم همین قدر خودم با معقول شد از نامشونم نمیدونم و یا کی بودن یعنی که میخواهید که خریداری کنم اگر همین هنرمندی عزیزی ما همین بانوی زیبای ما باشن و من تماشا کرده ایستادگی باشن من میخواستم همین کورته زیبای شما رو اگر فروختگی نباشید خریداری کنم بهترین کورته بود. آفرین. خب رسم دیگر خب این از همین شامی دوستی از چاربینی شامی دوستی این هم از همین چاربینی یکی از سراینده های مشهور ازبکستان آزادبک نظربک همچنین به فکرم وزیر فرهنگ هستند در وزیر اونجا فرهنگ ازبکستان. رسم نامبتی این کس داده جانی من پدر جانی عزیزم پدری بهترین که 5 دختر را خانه به در کردن میدونید برای هر یک فرزند پدر اولین قهرمان است لیکن من فکر میکنم برای دختران پدر یک جای دیگر دارند این را اگر خطا نکنم همه پدر همه شما خوب حس کردگی هستید بله. البته پسران شما رو دوست میدارن لیکن دختران شما باور کنید همین قدر پدران رو دوست میدارن که من همیشه در زندگی کوشش کردم که ما در عائله پسر نداریم 5 دختر هستیم از روزی که خودم رو شناختم همه وقت کوشش کردم که با پدرم دختری مناسب شوم همیشه خواستم که پدرت بر رحمت میگوید که ای نادره بگیم قندت ازم پدرت بر رحمت همین تربیت با پدرت بر رحمت پدرتون بر رحمت همین سخن رو شنوم گفته همین سخن رو پدرم شنوم گفته کوشش کردم این در عائله داریم در کالج صنعت در فاکولته صنعت در همه جا البته روزهای پستی و بلندی بود لیکن همه این طاقت کردگی هم تنها برای پدرم بود که فخر کنند که من خیلی دختر دارم نادره بگیم دختری من است برای همین پدر جانی من این کس شکرانه خان دخترچم در بعضی روزهایی شد که در زندگی من مدتی دراز فرزنددار شدن نتوانستیم بعد من نصیب بود از خداوند شکرانه خان رو به ما داد بعد مادرم هوس کرده نیت کرده گفتن که خدا را شکرانه دار شدی برای همین شکرانه نامگذار. آفرین. این در کجا؟ این در جمهوری برادری ازبکستان. از چی شادمانی دارید؟ این پوفکا از آن یک بچه یک میفروخت است. من گفتم که همین پوفکا رو گرفتم از صورت گیرم پولش رو میتیم و خندید و گرید پولش در کار نی بعد ما صورت گرفتیم. سلامت باشید. با یلدز خانم عثمان و سرنده مشهور ازبکستان. این عکس هم به فکرم از همان چاربینی. البته. این عکس از کجا؟ اینجا دبی اکسپو 2021 بود یا 2020 بود. با استادان با من نوازنده های بهترین با دوتارچی بهترین تاجیکستان سراج جرایف با همکسب عزیزم شادمان سلیمانی عبادالله مشربوف استاد. این در روز خورسندی من استادان عزیز فرقت سعیدف و لوهیره بوچه در کنی بادام بعد از چاربینی عکس گرفتیم. این همراهی خواهرانی من در مابین من مادری عزیزی ما اپاهای کلونیم سوری نیسا خوشرویه مهنازه
من نادره بیگی و کنجچه ما مدینه بانو. آفرین. سلامت باشید. این وقتی که آلوچی فرهنگ گرفتم از مجلس برآمدن عنوانی آلوچی فرهنگ، بعد به تیاری به لباس پوشیدن صورت گرفته به خوانندگی روان کردم. بعد خواهرم گفت که با شبکه‌های اجتماعی من گفتم این شرم دارم این یگون لباسی خوش رو نپوشیدم هم تو در نیماشی. گفت که نه همینمون صمیمی بود از صورت. بله، بعد بله. موندم. این بعد از کنسرت آخرین همراهی فرزندانم، پسرچم اصلی دینجان و دخترچم شکرانه. آفرین. این با هنرمندای تئاتر استودیوی خندین کمان، گلبهار بوچه، سلیمانکا و ما در یک چاره‌بینی اشتراک کردیم. بعد گفتم که بیایید یک ویدیو رولیک هجوی میگیریم برای شبکه‌های اجتماعی، برای تماشای خوش برای مخلصان. همین از همینجا همین صورت. جا استراحت دارید؟ اینجا در اندیشه چی هستید؟ اینجا شهری کازان بسیار شهری زیبا و آزاده بود است. شهری یک دلنشین، یک زیبا باد و هوای زیبا دارد. با سیر و گشت برآمدیم پیش از چاره‌بینی. رسم نوبتی این صورت با شوهرم الدار بیگ از کنسرت آخرین با لباس‌های زیبا برای تشکیل کردن کنسرت فوتوسسیا میگویند، همین تیار کرده که بودیم. همین صورت. معلمای عزیز، استاد گرامی، سراول به هر دو شمایان تشکر زیاد که امروز به برنامه زیبای خودتون تکلیف کردید. بسیار خرسند شدم. بعضی سخنایی بود که میخواستم به مخلصان پردرسانم، امروز گفته توانستم. شاید بعضی سخنایی بود که یگان کس رو رنجانیده باشم، پیشه که عذر میپرسم و در آخر گفتنی هستم که دوستانی عزیز، تماشابینان گرامی، همیشه همه شمایان صحت سلامت باشید. همیشه نمیخیل در تینجی امانی، در روزهای خرسندی، در زیباگی، در چاره‌بینی های باشکوه یکدیگر را بینیم، در روزهای خرسندی یکدیگر را بینیم. همیشه سلامت و سربلند باشید. ما صنعتکاران همیشه در خدمت وطنی عزیز، در خدمت شمایان عزیز هستیم. روزی خوش داشته باشید. بیننده های عزیز و ارجمند، ساعت دیدار اینجا به انتها میرسد و یادآور میشویم که امروز در مهمانی برنامه ما قرار داشتن بانوی صنعتکار آلوچی فرهنگ تاجیکستان نادره بیگیم سرزاده. با امید دیدار در برنامه نوبتی هستیم بینندگان عزیز. خیر. نفسی لاله و ریحان زیدمی بادی بهاران، خنده دختری بادام و خیال ریز باران. نفسی لاله و ریحان زیدمی بادی بهاران، خنده دختری بادام و خیال ریز باران. چه ترانه ریز دارد بری دامان گلستان، نفسی بهش آیده زی بهار تاجیکستان، نفسی بهش آیده زی بهار تاجیکستان. آغوشی وطن چمن چمن گل کرده، نرگیس نرگیس سمن سمن گل کرده. بازار بی ترانه های گل بارانش، آهنگ خوشی وطن وطن گل کرده. همه جا منظری
وطن چمن چمن گل کرده نرگیز نرگیز سمن سمن گل کرده بازر بی ترانه های گل بارانش آهنگی خوشی وطن وطن گل کرده نفسی لاله و ریحان زیدمی بادی بهارا خنده ای دختری بادا به خیالی ریز باران چی ترانه ریز دارد بری دامان گلستان نفسی به هیچ لایده زی بهاری تاجیکستان نفسی به هیچ لایده زی بهاری تاجیکستان وطن چمن چمن گل کرده